بسیار مسئله هایی که در منطق از طرف یونانی ها بیان شدند اونها پیش در فرهنگ مردم ممالک اسلامی نیز وجود داشتند. این تو نیست که فقط منطق ایجاد فقط یونانی ها باشد، یعنی منطق پیش از این هم در این کشورها وجود داشت و در شکل های دیگر. با یک معنی در این مورد غزالی به ابن سینا هم فکر است، چون که ابن سینا هم در اثر بسیار مشهورش خدمت المشرقیین میگوید که ما منطق را نه تنها از موضوع از آثار یونانی آموختیم بلکه از آثار شرقی ها هم آموختیم که در نزد آنها منطق نام دیگری داشت. از طرف سیوم استاد همینجا یک چی گویم که چی چیزی نو وارد کردن محمد غزالی در منطق؟ در منطق پیش از همه در مسئله نظر یا اینکه چیزی که ما تفکر میگوییم فهم میگوییم، همین مسئله در اطراف همین مسئله یک کتاب نوشته بودند با نام لباب النظر. در همینجا ماهیت دانش، اهمیت دانش، راه‌های به دست آوردن دانش یقینی بیان شدند. یا اینکه یک کتاب دیگر ایجاد کرده بودند با نام معیار العقل که به یک اندازه یا به گفت خود غزالی مقدمه برای توافت الفلاسفه است. در اینجا هم مسئله های گوناگون منطق از آن جمله هم لفظ، هم قضیه، هم قیاس، این موضوع ها از دیدگاه نو تحلیل شدند و پیش از همه نویگری هایی که در این ساحه غزالی وارد کرده است از آن عبارتند که وی میخواهد منطق را نه توسط اصطلاحات یونانی بلکه توسط اصطلاحات خاصی عربی فارسی بیان کند. و از طرف سیوم خدمت غزالی از اون عبارت است که همین فلسفه عملی را بیشتر رواج داد و بیشتر به همین فلسفه عملی هم آهنگ دینی بخشید. مثلا اگر ما نصیحت الملوک غزالی رو در نظر داشته باشیم، پرابلم های اساسی فلسفه عملی در همین اثر بسیار موجز بیان شدند، لیکن در برابر این با حکایه ها و حکمت هایی که به فهم عامه نزدیکند تا اینکه با توسط این حکایه ها و حکمت ها همین مسئله های حکمت عملی خوبتر فهمیده شوند. غزالی در رشد و کمال اخلاق، علم اخلاق هم سهم زیاد دارد. مسئله های اخلاق هم در احیاء علوم الدین، هم در کیمیای سعادت و هم در همین نصیحت الملوک و در بسیار دیگر آثار وی بیان شدند. مسئله مهمی که غزالی در همین مورد میخواهد بررسی کند و نقد کند، این راه ها و طرزهای تکمیل و اصلاح اخلاق انسانی است. این مسئله ها در همین آثار غزالی هر جانبه بیان شدن. من گمان میکنم که در صحبت های مخصوصی که اوید به این مسئله می شود، پهلوهای گوناگون این مسئله البته بیشتر بیان می شود و روشن‌تر کرده می شود. و یک خدمت بزرگ دیگر غزالی از این عبارت است که و در تکمیل زبان تاجیکی فارسی سهم بسیار بزرگ داشت. ما میدونیم که وقتی که سامانی ها به سر قدرت آمدن و زبان دری تاجیکی فارسی رو برقرار کردند، اثرهایی که نوشته میشدند بسیار سبک عربی داشتند. ترجمه ها هم که میشدند، مثلا تاریخ طبری یا تفسیر طبری، همشون سبک عربی داشتند. غزالی مثلا در همین اثرهایی که به تاجیکی نوشته است
سبک بسیار ساده و روانی تاجیکی را جاری کرده است. هر کسی که مثلا کیمیای سعادت میخواند یا اینکه نصیحت الملوک میخواند یا اینکه دیگر آثاری به تاجیکی فارسی نوشته غزالی را میخواند، بسیار خوب درک میکند که غزالی یک سبک تازه در نثر علمی و بدیعی ایجاد کرده است. به نظر داشت انا همین خدمت هایی که من نامبر کردم، البته یونسکو حق داشت که قرار کند که امسال سال 2008 در تمام کشورهایی که اعضای یونسکو هستند جشن 950 سالگی تولد غزالی تجلیل کرده شود. در تاجیکستان هم همین گونه تصمیم گرفته شده است. استاد نسبت به فقه مناسبت غزالی نسبت به علم فقه چگونه بود؟ نسبت به علم فقه اصلا در ابتدا غزالی به همین دو رویه افکار انسانی شغل داشت. پیش از همه به کلام و در نوبت دوم به فقه. در بغداد، در نظامیه بغداد از کلام و از فقه درس میگفت برای 300 نفر دانشجوی. آثار بسیار زیاد دارد، از آن جمله مثلا البسیط، التجویز و فی اصول فقه. این گونه اثرها دارد، لیکن متاسفانه من باید بگم که اثرهای غزالی که در فقه نوشته شدند در تاجیکستان چندان موردی بررسی و محاکمه نشدند. من خودم هم اثرهای فقهی غزالی را تا حاضر مطالعه نکردم. شاید در آینده این اثرها محاکمه شوند، بررسی شوند و سهم غزالی در انکشاف فقه روشن‌تر کرده شود. لیکن حاضر فقط پیشکی همین را گفته میتونم که کوشش غزالی از آن عبارت بود که یکی از رویه‌های فقهی اسلامی رو که ما اون رو فقه شافعی میگوییم، همین آثار اساسی و در مورد فقه شافعی نوشته شدند. این مسئله های یک بار بررسی کردن در کار، بعد این در یک برنامه علاوه استاد که ببینیم که چه کشفیات های در فقه محمد غزالی. استاد یک سوال دیگر در همین که اینجا یک چیز دیگر هم گفتن در کار، وقتی که گپ در مورد غزالی می رود، سهم وی در انکشاف تصوف. منم سوال دادنی بودم استاد. غزالی در ابتدای فعالیتش به تصوف چندان رغبت نداشت، لیکن بعدی که به بغداد آمد، در نظامیه بغداد از فقه، از کلام درس گفت، فلسفه آموخت، برای دریافت دانش حقیقی به تصوف رو آورد. سببش از این عبارت بود که به عقیده وی نه کلام نه فلسفه برای وی راه‌های کشف دانش حقیقی رو نشان داده نتوانستند. از همین سبب در جستجوی دریافت کردن حقیقت یقینی، دانش یقینی، او به تصوف رو آورد و در دوام 10 سال گوشه‌نشینی کرد. از تدریس نظامیه دست کشید، 10 سال گوشه‌نشینی کرد و دستاورد همین گوشه‌نشینی های 10 سالش همین احیاء علوم الدین بود که در ترکیبش 40 کتاب دارد و همین 40 کتاب به این یا آن ساحه علم‌های دینی بخشیده شده است و خدمتش از این عبارت است که خدمت غزالی در تصوف از آن عبارت است که غزالی بیشتر تصوف اعتدالی رو طرفداری کرد، نه تعلیمات های افراطی تصوفی رو.
فهمیده میشد که استاد محمد غزالی در تحول عقیده‌ایش گوناگون مرحله را طی کرده بود است. اون گفته که شما اینجا ابراز داشتید که من بسیار چیزا توسط عقل دریافتم، چیزهای موند که توسط عقل دریافت کرده نتونستم. این گپ در آثار غزالی هست. معنیش از این عبارت است که توسط عقل ما چیزهای مادی رو میتوانیم درک کنیم، توسط حس ها هم همین کار کرده میتوانیم. لیکن وقتی که گپ درباره چیزهای غیر مادی ما با دو طبیعه میرد، درباره چیزهای بیرون از طبیعت مادی میرود، در این مورد از نظر غزالی عقل ناقص است، به درک اونها رسیده نمیتواند. از همین سبب انسان اگر بخواهد که چیزهای غیر مادی، چیزهای نفسانی، چیزهای روحانی رو درک کند، از اون جمله خداوند رو هم درک کرده تواند و حتما باید به الهام، به شهود، به وحی، به این چیزها رو بیارد، به تصفیه دل رو بیارد تا اینکه این چیزها رو درک کرده تواند. اینش هم علم است استاد. اینم البته هم دین هم علم است، این علم های طبیعت شناسی و فلسفه هم علم هستند، لیکن موضوع هاشون گوناگون است. موضوع هاشون گوناگون است و راه های دریافت این علم ها گوناگون است. با واسطه مثلا آزمون و تجربه مادی اون چیزهایی که غزالی میگوید درک کرده نمی شود. اونها با راه چه خدیوی میگوید وحی، شهود، الهام، کشف ایجاد کرده میشوند، لیکن اساس همشون تصفیه دل است. غزالی اصلا مفهوم دل به معنای نفس استفاده میکند و در کیمیای سعادت می نویسد که دل نه آن پرچه گوشتی است که در طرف چپ سینه جای گرفته است، بلکه نفس آن قوه است که ما رو برای رسیدن به دانش یقینی مدد میرساند. فهمیده میشد استاد که محمد غزالی در تحول فکریش از کلام سر کرده، استاد از کلام سر کرده به تصوف، به فلسفه آمده است، آخرا به عقیدهش در همین تصوف جنبش شده است. بله، غزالی اصلا چنانه که از آثار ترجمه حالش برمی آید همیشه در جستجوی دانش یقینی بوده است. همیشه در جستجوی دانش یقینی بوده است. همین جستجو رو از کلام شروع کرده است. برای همینم به مقصد آموختن کلام به گرگان رفته است، نزد یکی از متکلم های دور اسماعیل، ابو نصر اسماعیلی رفته است، در اونجا درس خوانده است و بعد از اون در خود نیشاپور در نزد جوینی از کلام درس خوانده است. در همین موردی در نزد جوینی تحصیل کردنش چندین کتاب ها هم نوشته است، از اون جمله تلخیص ها، خلاصه ها آید به اثرهای جوینی نوشته است. خب همون درسایی که در گرگان خوانده بود اونها هم در شکل یک کتاب با نام تعلیق در آورده است. لیکن وقتی که به بغداد می آید و به تدریس فقه کلام شروع میکند، آهسته آهسته به این نتیجه می رسد که اون چیزی که او میخواهد، یعنی که میخواهد که حقیقت یگانه را درک کند، دانش یقینی پیدا کند، این کار با واسطه کلام انجام داده نمی شود. بنابراین با آموختن فلسفه شروع میکند، با چیزی که در ابتدا گفتم و در نزد خودش و چیزی که خودش میگوید در اثرش المنقذ من الضلال با آموختن فلسفه شروع میکند و در دوام 2 سال آثار مهم فلسفی را میآموزد و باز در دوام 1 سال دیگر همین آثار آموختگی را از سر نو بررسی میکند و بعد به نوشتن آثار فلسفی شروع میکند. اول مقاصد الفلاسفه را می نویسد، بعد
توافت الفلاسفه را می نویسد، بعد یک عده اثرهای منطقی را می نویسد و مثل معیار العلم، خب مدارک العلوم، معیار عقل، این چیزهای می نویسد. لیکن در همین موردم به این نتیجه می رسد که فلسفه هم برای وی امکان نداد که به دانش یقینی برسد. از این سبب به تصوف رو می آورد و من همین در نتیجه گوشه‌نشینی های 10 ساله به همین نتیجه می رسد که راه یگانه دریافت حقیقت یقینی، حقیقت مطلق، همین راهی تصوف است. بهترین راهی تصوف است در همین مورد، بهترین اخلاق تصوف است در همین مورد. خلاصه آخرین وی که در الموقظ بیان شده است از همین عبارت است. و من باید بگویم که البته غزالی در موردی که در خصوص دانستن چیزهای روحانی